ملا علی قاری سال 1014 گذشتگی هستند، یکی از علماهای حقگوی مذهب امام ابو حنیفه هستند، الله تعالی ازشون راضی شود. گفتند که ولذا قیل طعام مخلوط بالصلاه خیر من صلاه مخلوط بالطعام. طعامی که آمیخته به نماز است بهتر است از آن نمازی که آمیخته به طعام است. چی معناش؟ معناش یک انسان از نماز جماعت ماند، طعام برای اون که آورده شد، اونجا مسجد اند قامت گفته شد، اونجا طعام آورده شد، طعام خورسوده سو فکرش در نماز است. افسوس که از نماز جماعت ماندیم. مثلا نمازی که مخلوط آمیخته با نماز، طعامی که آمیخته با نماز است بهتر است از اون نمازی که آمیخته با طعام است. یک آدم دیگر طعام آورد و به نماز رفت، لیکن فکر و خیالش در طعام است. از نماز او دیده طعام این بهتر است. گفتم ملا علی قاری هروی یعنی هراتی الله تعالی رحمت کنه.